قرار هستم از شرکت رایان سیستم. امروز خدمتتون هستیم با طراحی پروژه پولادی که حالا 0 تا 100 رو قرار هست توی این قسمت خدمت عزیزان طراحیش انجام بدیم و قبلا نحوه تقسیمات نقشه رو با هم ببینیم به چه صورتی هست. خب دیگه من خیلی قبض این پروژه رو از مسیر متنوع انتخاب میکنم. این پروژه هست که تقریبا همه اتصالات داخلش موجود هست. میتونیم ببینیم حالا و من همین رو قرار هست طراحیش رو توی برنامه ارزم خدمتتون که با هم بریم جلو و اون کاری که داخلی ترس هست رو با هم بررسی بکنیم. این پروژه هست که سیستم دوگانه داره. ارزم خدمتتون که در یک سمت ایکسمون همه چی هست و در جهت دیگه هست موبایل بندی استفاده شده و حالا اتصالات رو ما میخوایم با هم طراحی کنیم. خدمتتون این صورت که نکته که وجود توی طراحی که قرار هست برنامه سازی رو انجام بدیم یه سری اولویت هست که داخلی تبس حتما باید رعایت بشه و بتونید خروجی درستی از برنامه بگیرید که نتیجه برنامه به ارور مشکلی نخواهید. من خدمتتون عرض میکنم که این قسمت من پروژه حالا قبلا دیزاین کردم که مقاطع طراحی شده، مقاطع تیر ستون مهاربند طراحی و وریفای نهایی شده. حالا قرار هست من طراحی اتصال به نقشه و کنترل سازه رو توی برنامه بتونم انجام بدم. خب عزیزان توی ابتدای کار پروژه‌تون که حالا نهایی شد برای اینکه نامگذاری مقاطع که شما داخل پروژه‌تون خیلی حذف و اضافه کردن نمیدونم تیر ستون حذف کرده باشید توی دیتابیسی که برنامه قرار هست خروجی بگیره برای سازنگار، حالا این داخل دیتابیس این نامگذاری ها ممکن دچار مشکل بشه و نهایتاً داخل سازنگار به مشکل برخورد. پس ابتدای کار من از اینکه پروژه طراحی شد میام داخل قسمت اوتوری لول قفل برنامه باز باشه که بتونید این رو حتما لحاظ بکنید. اول انتخاب میکنم هر مقاطع رو و ادیت اوتوری لول نامگذاری ها از ابتدا انجام میشه و اصلاح میشه. این نکته اول است که تو اون حتما رعایت بکنید. عزیزان ممکن است داخل پروژه پولادی شما از مقاطع خودکار استفاده کنید برای طراحی تیرها و ستون‌هاتون. بعد از اینکه مقاطع حالا اوتو سلکت استفاده کنید از مقاطع، حالا باید این رو از برنامه خارج بکنید که مقاطع از طرف اتوماتیک خارج بشه که توی برنامه بتونید از دیتابیس برای خروجی که میگیرید سازنگار بتونید استفاده کنید. میخوام اصلاح بکنم داخل دیزاین ایزان اگه وارد بشید داخل HD Frame Design و مثلا Make Auto Selection Null که اگه این رو بزنم مقاطع صورت انتخاب اتوماتیک کردن توی لیست فریم سکشن ممکنه تعریف کرده باشن خارج بشن. اصلا انجام از من پرسه که ارزم خدمتتون آیا مایل به انجام این کار هستید و حتما باید آنالیز بعدا انجام بشه. این رو قبول میکنم و حالا مقاطع از صورت انتخاب اتوماتیک خارج شد. خب این پروژه‌ای که اینجا من دارم رو حالا این دو تا اصلاح اول انجام میدم. حالا میتونم آنالیز بگم که الان آنالیز من دارم اینجا میگیرم که نیروهای گرا دوباره مشخص بشه و نهایتاً از اون نیروهایی که تو گرا و المان ها وجود داره برای طراحی سازم بیام استفاده کنم. حالا آنالیز رو میگم حالا تو این کار میگه از برنامه کارش انجام بده. خب انجام شد. حالا پروژه‌ای که من داشتم عزیزان برم داخل طراحیش ببینید چه چیزی بوده. پروژه طراحیش به صورت تنشه مجازی انجام شد. همونجوری که اطلاع دادیم دو روش طراحی تنشه مجازی ارزم خدمتتون که توی حالا اینایی که داخل ایران استفاده می‌کنیم موجود هست. روش تنشه مجازی AXT UBC 97 هست یا ممکن است شما طراحیتون به صورت تنشه مجازی AXT 89 باشه، یعنی ارزم خزانه آمریکا برای طراحی تنشه مجازیتون استفاده کرده باشید. خب من پروژه‌ای که الان طراحی کردم UBC 97 بوده و حالا میرم یه نکته خیلی کوچولی توی تنشه موجود هست که توی ترجمه توی سازنگار و موقع استفاده از برنامه رو براتون لحاظ کنم. خب پس تنشه مجازی که من طراحی کردم UBC 97 بوده. خب کاری ندارم با خروجی طراحیم. الان من پروژه‌ام اوکی هست و ارزم خدمتتون نکته وجود نداره. این نامگذاری که برای این مقاطع ارزم خدمتتون یا الیویشن هاتون اگر تعریف کنید از نامگذاری عرف و متعارف استفاده کرده. چون مثلا برای الیویشن هاتون شما ممکنه که یکی از این نماهایی که برای
برنامه معرفی کرده بشید نام اصلا نداشته باشه. اگر اینجا بدون نام این الیویشن تعریف شده باشه داخل سازمانگاه در قسمت کنترل های سازمان ممکن است براتون ارور بده. من عرضم خدمتتون که برای مقاطع هم به همین شکل نام فارسی نداشته باشیم، بدون نام نباشه. اینها یه اروپایی است که ممکن است اومد داخل سازمانگاه براتون به وجود بیاد. پس اینها رو من توی پروژه‌ام رعایت کردم حتما. خب عرضم خدمتتون الان آماده هست. کاری که باید بکنم این هست که یک خروجی بیام از این تبزم بگیرم. عرضم خدمتتون میام داخل فایل، از منوی فایل گزینه اکسپورت و سیو اینپوت بود از اکسس دیتابیس رو اینجا انتخاب میکنم. یک دونه عرضم خدمتتون خروجی MDB میگیرم که قرار هست توی برنامه استفاده کنم. خب از این لیستی که اینجا موجود هست قرار هست مدل دفینیشن یا استرکچر کلی سازم رو بردارم و بارهامون، یعنی در حقیقت آنالیز من نیاز دارم. اگر شما دیزاین رو هم، یعنی دکمه دیزاین رو هم اینجا زده باشید عرضم خدمتتون که ممکن است اینجا یک دونه یعنی استیل بذار دیزاین آوتپوتتون هم موجود باشه. من با اون دیگه کاری ندارم، انتخابش نمی کنم چون بذار خروجی طراحی ارزو دیگه برای من مهم نیست و فقط گره‌های اتصالات و خود مقاطعی که در قسمت مدل دفینیشن موجود هست رو لازم دارم. پس این دوتا خروجی هست که من میگیرم. خب حتما قسمت حالتهای بار و لود کیسز و کمبو قرار هست من انتخابایی رو انجام بدم. ابتدا وارد لود کیس میشم. اینجا حالتهای باری که من توی پروژه استفاده کردم رو حالا من اینجا به این شکل نامگذاری کردم و مفید همه حالتهای بار رو از اینجا از اینا انتخاب بکنید. حتما هیچ تغییر حالت باری نباشه که اینجا جامعه ممکن شما حالت بار حالت حرارت داشته باشید که ارزم خدمتتون که و حالا بار برف داشته باشید، بار هر چی بار دارید رو حالت باردت اینجا انتخاب میشه. خب هر قسمت کمبو من دو تا راه دارم، میتونم داخل قسمت کمبو یا ترکیبات بار بشم و یک دفعه همه رو انتخاب بکنم. 91 ترکیب بار از 91 ترکیب بار تعریف شده رو انتخاب بکنم و اینجا خروجی بگم. خب این یک روش هست. مشکلی که تو اینجا ممکن است براتون به وجود بیاد، فایل خروجی MDB یا همون اکسسی که شما اینجا میگیرید سنگین میشه. ممکن شما 300-400 مگ برای پروژه به این کوچیکی، حالا پروژه تقریبا 60,000 متر کوچیک هم دارید، ولی برای همین پروژه داشته باشین اگه شما پروژه بزرگتر 30-40,000 متر بشین بگید ممکنه این خروجیتون برسه در نتیجه توی سازمانگاه خیلی کند براتون جلو بره پروژه. خب پس من چیکار میکنم؟ یه مسئلات کمبو فقط حالتهای بار رو انتخاب میکنم. هم حالتهای باری که در بالا موجود بودن، گفته 16 تا حالت بار است، 16 تا حالت بار تعریف شده انتخاب شده، همین ها رو میام داخل کمبوها انتخاب میکنم. پس اونایی که کمبو ندارن و در حقیقت بدون کمبو انتخاب شده فقط لود دارن رو انتخاب کنم. خب حالت دبلود هم هست، پایین تر بیام و استاتیک هم از این من لود شیفت از من کنترل نگه داشتم که بتونم اینها رو نگه دارم و همه در حالت انتخاب داشته باشه. من کنترل متاسفانه آزاد رو برای از پایین کار انجام میدم. لود کیسز رو همه دارم انتخاب میکنم بالاتر، باز لود کیس و یه دونه تست هم بالا خواهم داشت این رو انتخاب کنم و این سراغ خروجی ها خوب بکنم همه رو این بشه از چند جا خوب با تمام انتخاب کنم. خب اگه من پروژم تغییرش به صورت استاتیکی انجام شده، تغییر دینامیکی انجام ندادم. خب پس طبیعتا این دو تا عددی که اینجا بودن قاعدتا باید برابر بوده. اگر شما اینجا داخل پروژه حالت طیفی یا دینامیکی هم تعریف کرده باشید، قاعدتا طیفی هم باشید اینا در حالتهای بارتون نیومده و فقط در کمبوهاتون اینجا موجود هست، این اسپیت ایکس یا ایگرگ رو هم اینجا انتخاب میکنه. خب قاعدتا ارزم خدمتتون که حالتی که از پایین انتخاب میکنی از بالا بزرگتر مساوی خواهد بود. همین که حالت استاتیکی من طراحی انجامم این دو تا عدد 16 با هم برابر است. اگه طیفی داشتید ممکن بود پایین بشه 18 و بالاتون بشه 16. حالا طیفی ممکن هست حالا دو طیفی داشته باشید، یعنی سمت ایکستون دو حالت اصلاح شده و حالت اولیه و ایگرگتون برمی‌گردید اینجا 4 تا بیشتر، یعنی 20 و 16 باشه. پس نظر این در نظر داشته باشید حتما کمبوزن از حالتهای بارتون بیشتر خواهد. اگر یه موقعی در انتخابایی که اینجا داشتم و
15 تا از 91 داشتم بالا هم 16 بود، حتما در ازادش یک حالت بار رو جا انداختید و اگر این اتفاق بیفته داخل برنامه سازی قسمت کنترل سازی ارور کد شماره 16 رو براتون یه دیتای آنالیز کامل نیست، این ارور اونجا براتون میده. خب الان یه سوالی ممکن است اینجا پیش بیاد، من الان کمبوها رو فقط انتخاب کردم، ببخشید حالت بار رو از این کمبو انتخاب کردم، من هر دفعه کمبوی انتخاب نگم. خب کمبویی که من داخل برنامه ساختم به چه صورتی ایجاد میشه؟ خدمتتون چه داخل همون MDB که از این خروجی که شما دارید میگید برای برنامه داخل همین تعریف شده به صورت جبری که این حالتهای بار به چه صورتی با هم ترکیب بشن. یعنی گفته که حالت بار لایو مثلا به اضافه QX قرار هست بشه و خود موجودیت حالتهای بار ولی دیگه انتخاب نشده و فقط به حساب روابط حاکم بر این حالتهای بار که دقیقا با همین نام کمبوها موجود است داخل فایل MDB که عزیزان خروجی میدید. اگر اینو باز کنید قسمت لود کامبینیشن دقیقا میتونید ببینید که این روابط حاکم بر این حالتهای بار موجود هست و در نتیجه شما داخل سازنگار همین ترکیب باری که اینجا میبینید رو به صورت اتوماتیک برنامه از این روابطی که داخل MDB موجود هست رو با همین نام میسازه. برای دقیقا همین 91 حالت ترکیب باری که اینجا داخل سازنگار موجود هست و این تفاوت که دیگه حجمی رو اشغال نکنه و این ساخته شدن کمبو به صورت اتوماتیک داخل خود سازنگار انجام میشه با همین نام که اینجا تعریف کردم. پس اینجا من کارم تمام میشه، اوکی رو میزنم و یک مسیر رو همون مسیر قبلی رو انتخاب کنم با همین نام استیل 1 حالا MDB هست، سیو رو میزنم و برنامه شروع میکنه به خروجی گرفتن. خب این یه ارائه‌ای به این شکل ممکن است داخل این تبس براتون خروجی بدم. مربوط به تن لرزه یا سیزمیک رو فاکتور هست که براتون ارور رو گفته نتونستم بسازم. خوب یا ممکن شما تخت کامپوزیت داخل پروژهتون استفاده کرده باشین که ارور مربوط به تخت کامپوزیت اینجا براتون بدیم. یا نجات کجا میشه از همین کمبوهایی هست که من با انتخاب نکردم و اینجا برنامه‌تون که موقع خروجی گرفتم من کمبوها نیاز دارم و شما انتخاب نکردید ارور دارم براتون اینجا میزنم. گفتم که اون برام که داخل برنامه قرار از کمبوها بسازید. پس با ارورهایی که به این شکل داخل این تبسال ناشی است اگر سخت کامپوزیت برید یا ته لرزه به این شکل رو فاکتور چند براتون ارور فرمید گفتم ناشی از همون عدم انتخاب کمبوها ممکنه باشه و ارزم خدمتتون بهش توجه نمی‌کنم. مشکل نداره، پس این رو من قبول میکنم. اگر ارور مربوط به آنالیز نمیتونن اگر باشه آنالیز کامل انجام نشد اینها رو من باید نظر داشتم و اصلاح بکنم. بیام اول یه دونه کیفی مدل اینجا انجام بدم ببینم آنالیز هم مشکل نداشت. ولی ارور مربوط به لو فاکتور یا سخت کامپوزیت ممکن است داخل پروژه‌تون یک ایوالویشن ممکن است موجود باشه. نشه کفایت کافی نبودن در حقیقت حالت بار هم خدمتتون عرض کردم که ممکن باشه بهشون کاری ندارم و اوکی. پس همون خروجی من به این ارور گرفتم و الان آماده هست که بریم داخل سازنگار. پس من با این تبزه دیگه اینجا کاری ندارم میفرستمش